امروز در دایره لایحه رeintegratsiyaи گروه‌های آسیب‌پذیر در دوره کووید 19 در سه جماعت‌های مقصدناک ناحیه اشت معرکه کاروان سلامتی آغاز شد. امروز ما در جماعت افتخار قرار داریم و سه نفر پزشکان یعنی عصبشناس، اندوکرینولوگ و دکتر امراض زنانه همچنین یک نفر حقوقشناس به مردم جماعت افتخار مصلحت‌های رایگان داده ایستادند. یادآور می‌شویم که لایحه مذکور از طرف تشکیلات جمعیتی میر مرکز امکانیت بهره رشد در سه جماعت‌های مقصدناک ناحیه اشت یعنی جماعت‌های شیدان، شادابه و افتخار از ماه اوگوست سال جاری تطبیق شده ایستاده است و مبلغ‌گذاری لایحه BRR تروس میباشد. مقصد سفربرگردیدن ما به این ناحیه از آن است که از بس که این ناحیه دوردست است و نه همه به مرکز ولایت مراجعت کرده میتوانند، ما برای پیشگیری بیماری‌های جاغر، بیماری‌های دیابت قند، بیماری فربهی، بیماری قدبستی از نظرگذرانی اهالی آمدیم. حاضر من امروز نزد منبع تا 63 نفر معلمه‌های مکتب‌ها، اهالی زن‌های صاحب خانه زن‌ها مراجعت نمودند. Men nevropatolog bilan, ginekolog bilan ham suhbat bo'ldim. Yaxshi o'zimga kerakli ma'lumotlarni o'zimga yaxshi tushuncha berdi. Taassurotlarim yaxshi, bilimlari yaxshi doktorlarning. Mana shu bizning maktabimizga kelib, tashkilot suhbat olib borayotganda, xalq bilan muloqot qilayotgandan xursandman.